مدرسه دارالفنون چه اسم خوبی، هنوز هم اعتبار و حقیقت خود را از دست نداده. امیرکبیر در میان مشکلات طاقت فرسا در سال 1266 قمری بنای مدرسه دارالفنون را آغاز کرد. 1 سال و اندی بعد قسمتی از مدرسه آماده بهره برداری شد. موسی و جان داوود را برای استخدام معلمین و استادان فنونی که در اروپا رواج داشت و به ایران نرسیده بود با اختیارات زیاد به اتریش فرستاد و با او دستور داد که 1 استاد هندسه، 1 نفر دانشمند معدن شناس، 2 نفر متخصص کار معدن، 1 نفر استاد طب به جراحی، 1 معلم داروسازی، 1 نفر متخصص توپخانه، 1 استاد پیاده نظام و 1 معلم سوار نظام از اتریش یا پروس استخدام کند و در اسرع اوقات ممکنه به ایران بیاورد. امیر می‌دانست که این کار برخلاف منافع و مصالح استعمارگرانه. او مثل کسی که فرصت کاری را خیلی تنگ و وقت را بسیار محدود تشخیص داده شتاب داشت. اگر این تیر به طرف استعمار رها شود، بر فرض که مدتها در فضا بگردد و معطل بماند، بالاخره به پیکر دیو استعمار خواهد خورد. این نامه را در رمضان 1266 به موسی جان داوود نوشته. بدون هیچ معطلی معلمین را برداشته با خود بیاورید که هر قدر زودتر بیایید دیر است. امیرکبیر با اون شوق و اون عشق و علاقه و اون سرعت عمل و شتاب که برای تأسیس دانشگاه مورد علاقه خود داشت، غیر از حسرت و تأسف از زحمات خود اجری ندید. درست همون روزهایی که آماده بود با افتتاح کلاس‌های دارالفنون به افکار طلایی خود جامعه عمل بپوشاند و خاری که برای چشمان حریص استعمارگران ساخته بود به چشمشون بخلاند، خودش در گوشه‌ای تحت نظر بود با 1 دنیا اسف و اندوه، شاهد مسخ شدن و یا نابود شدن نقشه ها و اصلاحات خود به نفع استعمار بود. جان داوود چند روز بعد از عزل امیرکبیر همراه با 7 نفر استادان اتریشی وارد تهران شد. حالا دیگه امیرکبیر نیست که اینا کار بود. ورود دانشمندان اتریشی که امیر با التهاب و آتش فوق‌العاده انتظار ورودشون رو داشت، برای امیر غصه‌ای بر غصه‌های دیگرش شد، چون او می‌دانست که جانشین او با الهام از ارباب خود با دانشمندان اتریشی مخالف است و نخواهد گذاشت اونها به طور دلخواه انجام وظیفه کنند. ولذا موسی جان داوود را به حضور طلبید و به او گفت، اینم جمله مال امیرکبیره که میخونم، این اتریشی ها را من دعوت کردم و من به ایران آوردم. اگر مصدر کار بودم وسایل آسایش اونها را فراهم میکردم و حالا میترسم به اونها خوش نگذرد. سعی کن که کارشون رو به راه شود. از توجه داشت، مطمئن بود که به این روزا میفته. حالا دیگر میداندار سیاست ایران انگلستان بود، زیرا
سد استعمار شکسته به مانع اعمال نفوذ انگلستان از میان برداشته شده بود، از نقشه دانشگاه دارالفنون فقط اسمی و از اهداف مقدس و اسامی اون تنها کاریکاتوری، اون هم کاریکاتوری که نقاشان استعمار و بریتانیای کبیر نقاشی کرده بودند، نصیب ملت ایران گردید. خوب است ماجرای اسف‌انگیز دارالفنون را بعد از عزل امیرکبیر از زمان همون اساتید و کارشناسان فلک زده اتریشی بشنوید. دکتر پلاک استاد طب و جراحی در کتاب خود می نویسند ما در 24 نوامبر 1851 وارد تهران شدیم. پذیرایی سردی از ما نمودند، عهدی به استقبال نیامد و اندکی بعد خبردار شدیم که در این میانه اوضاع تغییر یافته بود. در چنین موقع نامساعدی بود که وارد ایران شدیم. امیر درست فهمیده بود که ما وظایف خود را بر طبق نظرات او و نه به دلخواه خودمون نخواهیم توانست، بدون اون نمیتونه. استعمار و عمال آنها پس از عزل امیر به درجه من گریم میگیره از این مسائلی که میبینم تو تاریخمون هست. استعمارگران و عمال آن پس از عزل امیر در درجه اول میخواستن از افتتاح دارالفنون جلوگیری به عمل آورند و استادان اتریشی را در کشورشون برگردانند، ولی ناصرالدین شاه که در ته قلب امیرکبیر اقدامات او را دوست داشت، برای اینکه او را عزل کرده بود بی توجه به آثار او نبود. زیر بار پیشنهاد انصراف از افتتاح دارالفنون نرفت. همین دکتر پلاک در کتاب خود پس از شرحی که راجع به مخالفت سفیر انگلیس و صدر اعظم جدید با افتتاح دارالفنون نوشته اضافه می کند: شاه با نظریات میرزا قانونوری به سفیر انگلیس موافق نبود و نخواست که اقدامات معلم و نیکخواه قدیمی خود امیرکبیر را ضایع کند. ایضا در جای دیگری می نویسند میرزا آقاخان صدر اعظم جدید یک مرد مهیل دسیسه باز اساساً با کلیه اصلاحات امیرکبیر سخت مخالف بود و سعی میکرد که از تأسیس مدرسه‌ای که امیر میخواست به ترتیب اروپایی بازنمایت جلوگیری کند. بالاخره با مقاومت ناصرالدین شاه تصمیم بر این شد که مدرسه دارالفنون افتتاح شود. استعمارگران از انجام مرحله اول خواسته خود مایوس کردیدند و فعالیت خود را در راه توخالی کردن برنامه درسی و بی‌ثمر نمودن تدریس‌ها و تحصیلات به کار انداختند و سرانجام نگذاشتند محصولات دارالفنون از قماش‌های ضد استعماری از کار درآید. ریشارد خان فرانسوی یکی دیگر از اساتید دارالفنون می نویسد پسر مادام ژاکوب را بی اون که تحقیق کنند چیزی می داند یا نه به تازگی معلم ریاضیات کردند و یک ارمنی دیگر را که 2 سال بیشتر نزد کشیشان استانبول درس نخونده معلم جغرافیا و زبان فرانسه نمودند. اگر امیرکبیر زنده بود هرگز به این اوضاع اسفناک راضی نشده بود و این ترتیبات غلط را نمیگذاشت واقع شود. دارالفنون به دنبال از دست دادن بانی دلسوز و فعال خود روح و واقعیت خود را از دست داد و با حفظ ظاهری نسبتاً آراسته برای مدت طولانی به عنوان جواب طرفداران نهضت فکری و اقتباس فرهنگ به صنعت جدید در خدمت استعمار بود. گرچه صفای باطن و نیت خیر امیرکبیر بالاخره این مدرسه را پیشرو قافله فرهنگ جدید قرار داد و امید است که با الطاف الهی روزی آرزوی
امیر را جامعه عمل بپوشاند.